ولی به نظر من یکی از بهترین کنفرانس هایی بود که ما تمام من دومین باره که در این کنفرانس ها شرکت میکنم در روز زبان بلوچی ببخشید زبان های مادری و امروز خلاصه خیلی خوب پیش رفت. یه موضوعاتی بود که مثلا ما آشنایی نداشتیم از دوستانی که از ملت های دیگه بودم. خلاصه من ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم و به نظر من این کنفرانس ها هر ساله باشه که برای تقویت زبان های ملت هایی که در فلات ایران هستن. به نظر من بهترین همین راهکارهایی که هستش، اگه از راهکارهای اروپا یا مثل سوئیس یا هند، اینا خیلی راهکارهای خوبی به نظر من پیشنهاد بودن ولی به اجرا در اومدن، خیلی خوبم دارم پیش میرم. من ماتی زبان درستگیم بلوچم مروچی مرادبات گوشم که امید کنم که بلوچی زبان ایران توکا هر جا که هسته وانک ببیته چه بنداتا تنک دانشگاه مردم بانند تا دکترا بگیرند. بلوچی زبان زنده باد.